پیرانسال 3 فرزند داشت، هر 3 فرزندش بگیم صاحب زن کرد. بعد اون پیرانسال خانه بچه کلانیش رفت و خواست که بفهمد که بچه کلان چه معامله میکنه و همسر رو چه معامله میکند. بعد رفت، وقتی که روز یکم که خانه‌شان رفت، بعد سحر که بلند شد گفت که کلم، گفت آبی تورات میخوام. آبی تورات آورد. پیرانسال برای امتحان کردن آبی تورات گرفت، در حال در جوگه ریخت. بعد وقتی که پستر که کلنش که قطعی بچهش که اومد، گفت که خیلی حالی کلانسال همین به دست. گفت این کلن داد زد. گفت این چه خیل است. گفت بگی، گفت قاق کو، بوش، گفت قاق کو، اینه که پیشاب کردگی هستی تو قاق این. این داد و سوراخ کرد. این پیرانسال در حال گرفت، به دست خود شوشت، قاق کرد، در جاش گذاشت. روزی دیگر بو همین خیلی هدیه خریده به پیش بچه میانه سالش رفت و او هم همچنین کرد. آبی تورات گفت و در جوگه ریخت و بلند شد. گفت خیلی حالی کلانسال همین به دست. گفت این کلن دومی من دوونیش، یعنی که میانگیش وقتی که دید، اونم داد و فیغان برداشت، تست که بگیره قاق و خشک در جاش بگذار. گفت بچهش خاموش است، حتی او را جواب نمیگه و نمیگه سینی زنش که خاموش بیست، این مادر من از هیچ باکی ندارد. روز دیگه پیشی پیسری خردسالش آمد و پیسری خردسالش پیشوازش گفت قد کلن میدکیش و اینم همو خیل کرد. آب ریخت. بعد سحر کشید سینی. بعد چند قبض کلنش که اومد، گفت که من، گفت خیلی حالی کلانسال همین خیلی است. گفت کلن خردسالی گفت که هیچ باکی ندارد، ما همین قدر در جوگه ها نه بلکه در کرته ها در دامن های شما پیشاب کرده هیچ باکی نداشت. اگه امروز که شما پیرانسال شدی یگام ضرری ندارد. گفت هیچ باکی ندارد. گفت شما غمگین نشید. خودش به دست خودش گرفته شوش قاق قد ماند. پیرانسال اینا دید خرسند شد. گفت که من یک دوستی دارم، گفت که یک دوگانه‌ای دارم که خیلی خیلی مال زیاد دیگه است، اون دست‌هاشو بگیم دردناش همین خیلی موافق توری است، بیا بریم چین کرده از بازار بخریم تا اینکه کلانی و مایدگی نکنه در اون دوگانه. گرفت مبلغ زیاد، رفت با طلا بازار، همش موافقی کلانی مایدگیش خرید کرد. روز دیگر تمامی 3 بچه را قدی زنهاشو خبر کرد و گفت که من این طوری که مثلا شما فکر کردید که من پیشاب کردگی است، خیلی کردگی نبودن. این امتحان بود. یگانه در امتحان نجاح شد اون فرزندی خردسالی ما است و کلن ما است. همه این چیزها برای اون است. گفت همه طلاهای زیاد قیمت بود، همش در کلن میدکیش خردسالیش داد و دیگه کلنهاش دیگه پشیمان و به اینکه حیران موندن که دیگه عاقبت نداشت و همون خاطر این عبرت برای همه ما و شما است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.